حق نظرов از شهر حصار اکای اسدالله توفای هر دو اینا را شما در ورقه مخصوص برسید میکنم. التماس کفو برین، کفو یک ماشین جمعشویی همه کفو اینجا کشوین. اکا میبخشی برادر عزیز، التماس نزدیک نمی کار کشوین. اینجا جای تماشا بینی هر دو بخش اقبال دیوار. یک قالین دیگر بالای ماشین جمعشویی توفای هر دویان زد. کسی نزدیک نیاید. التماس گلمی بالا روید. سنت الله میرزایوف کارگردان توجه به حق نظر و فرهاد رحمت الله بیگ کنید. در نزد من پهلوان معروف کشور، قهرمان که در رشته جودو، در رشته گشتین ملی و گشتین سامبو از شهر کولوب فردوس نسیموف در گشتین گذشته پهلوان پرقوتی فدراسیون روسیه را و قهرمان جهان را در رشته سامبو رستم کیسیلیا و این برادر برای شاه جایزه فردوس نسیموف غالب آمدگی بود. در نام فردوس نسیموف یک شتر ماندگی هستیم. خدا خواهد اگر که حریف فردوس نسیموف پیدا شدی برادر عزیز. چپا خوب بعدم با سالم شونه دلاوان میکنیم. فردوس نسیموف پهلوان ناحیه همدانی ناصیر پهلوان در نزد من. هر دو پهلوان ها در رنگ لاخته شد. خب پهلوان دیگر اینجا چند بار آوردن. دولت جان پهلوان. تنی دولت جان پهلوان اینجا دولت جان پهلوان. بیا سرت یکی اومد سرت پهلوان سرتی بیا. چپ از جانب راست من پهلوان ناحیه خراسان یکی از پهلوانان پرقوت این کشور در وزن 90 کیلوگرم برآمد میکنند. اسرائیل و اسرائیل و پهلوان دیگری که ما معرفی کردیم حالا مکافاتش مانید یک نصیر ماشین جامعشویی و یک قالین. اسرائیل پهلوان و نصیر پهلوان لباسا را پوشن بیار. دولت جان پهلوان، شاهرخ پهلوان دهی آفتاب لقاب، فیض‌الدین پهلوان از فیض آباد. بین هر دو پهلوانان تاجدین سلام هر دو پهلوانان یک خلدل نید جلوه میکنه. خدا خواهد شهردیار حصار پرتوفتش حلال. تشکر. خب برادر عزیز حریف فردوس نسیموف پیدا شد.